این موسفید برای این جوانان بابا نیست. آنها هم کورسند. بابای غلام حیدر 76 ساله کلانسالترین دانشجو در تاجیکستان است. او سال چهارم است که در بخش غایبانه اختصاص گئوگرافیا و دموگرافیای دانشگاه دولتی باختر تحصیل می‌کند. مطمئن است که برای علم آموختن هیچ وقت دیر نمی‌شود. با همه جوانان رو آدم میگم که به ممنوعیت به هیچی همه فاکولتات رو تمام کنند. اول در دیگر جاها کار کردنی باشن، اگر زبان ادبیات روسی هر کدامشون خوانده تمام کنند. با تمام مملکت‌های دنیا بگیم که در مقیاس اسنگ در همه جا با کار قبول میکنند. بابای غلام حیدر قبلا 5 مؤسسه تکنیکی را ختم کرده بود و در ساحه کشاورزی کار و فعالیت میکرد. اما سال 2012 با پیدا شدن امکانیت به دانشگاه داخل شد. او تا سال 2019 2 دیپلم را در اختصاصهای زبان و ادبیات تاجیک و زبان و ادبیات روس به دست آورد. امسال باشد دیپلم اختصاص سوم خود را خواهد گرفت. بابای غلام حیدر که سینه‌شان از ما کلان میباشد و همسبق ما میباشد، در درس‌ها فعال میباشد، همه درس‌ها را با خوبی از خود مینماید. ما خرسند هستیم که همراه بابا تحصیل مینماییم، چیزی که نفهمیم از بابا میپرسیم. غلام حیدر اسکندرов در برابر دانش آموزی خود در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 23 ناحیه دوستی که خودش نیز در آنجا به سر میبرد، از فن زبان روسی به نسل نورس درس میگوید. دوران دانشجویی بابای غلام حیدر به همین خاتمه نمی‌یابد. طور خودش نقل می‌کند اگر عمر وفا کند بعد ختم این اختصاص باز می‌خواهد در اختصاص بیولوژی و اکولوژی تحصیل نماید. امام علی سعیدزاد از یپلیوس.